دیدم جای دیگر که خانه جادوگری رو کمی نوار کردگی هستند، در دهلیزش در باغچه پر از زنها قطار نشستن، همه انتظار هستند که الان نزد جادوگر می‌درایم مشکلی های ما رو برآورده میکند. ولی چه خیلی گفتم، برای برآورده شدن مشکلی ها یکم با پروردگار زمین و آسمان رابطه برقرار کنید. دوم یقین دانید مشکلی ها بعضیش طولانی می شود، بعضیش زود گذر، ولیکن تمام چیزها در این دنیا گذرنده است. سوم خودت حرکت کن. یعنی خواهرانی که برای به شوهرم چهره من گرم شود گویان نزد فالبین می روید، چرا خاراکتر شوهر رو نمی آموزید؟ چرا خطاگی های خود را یک روز نشسته یک به یک به دفتر نمی نویسید؟ چرا مشکلی های خانواده تان را گشته و برگشته فکر نمی کنید؟ چرا از یک نفری باسواد نشسته مصلحت نمی گیرید؟ میگوید نزد فالبین می روم با دادن چای و نمیدونم چیزهای دیگر که آنها بعضی خوراک‌ها رو میگن فلان رو برده خوران دیگر زندگیت خوب میشود، فلان بند رو به فلان جا آویزان کن، یا یگان تومارک چیز دیگر میدهند، با همین گمان میکنن زندگیشون خوب میشود. شاید مدت زندگیتون خوب شود، شاید، یعنی اگر با جن و با کارها باشد، لیکن اون از بین میرود، اون از بین می رود، باز همان مصیبت و مشکلی بالای سر آمدن می گیرد. پس گفتیم گروه از فالبین ها کلن کذاب و عشیر هستند، دروغگو هستند و برای مردم برای فقط پول کار کردن که آسان ترین راهی پول کار کنی هست، با این راه چیکار میکنن؟ داخل میشوند. و گروه دیگری هم هستند که اینها کاری میکردگیشان فقط خود را ملا گرفته صوف کردن. یعنی میگن ما دعا میخونیم، ما تومار میبندیم، ما با آب صوف میکنیم، چیز دیگر، ولی بدانید که آره در اسلام دعا خواندن هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم به نبیره های خود حسن و حسین دعا میخواندن. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر دعایی که در آن کلمه های شرک نیست اجازه دادگی هستند. ولی دعاخوان که هست با عقل یک بار فکر کنید که نزدیک کی شما برای دعاخوانی رفته ایستادید. بعضی مردها یا گفتیم بعضی که فقط یک تاقی و با کمی ریش و جامه دیگر همه رو دعاخوانی میکنن، اگر به ترجمه حالشون نگاه کنید آنها نه قلم به دست گرفتن، نه بار از کتاب شریعت با خبر شدن. آنها هم دیدن که با این راه پول کار کردن آسان است، این راهی تجارتی آسانی عموما به خسارت را برای خود انتخاب کردن. باز مردم که بیسوادی چقدر برای انسان ضرر می آورد، مردمی بیسواد نپرسیده و ندانسته که فلانی کی هست، همسایه هم رفت و شفا یافت گویان نزد خانه وی دیگر قطار نوبت می ایستند.